پرزیدنت ترامپ امروز تصمیم خود مبنی بر صادر نکردن مجوز برای معافیت از تحریم‌های خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. معافیت‌هایی که پیشتر صادر شده بود در اوایل ماه می، یعنی حدود 10 روز دیگر منقضی می‌شوند. بیانیه کاخ سفید میگوید هدف از این تصمیم به صفر رساندن صادرات نفتی ایران است که منبع اصلی درآمد آن رژیم است. این بیانیه همچنین میگوید آمریکا به همراه دو متحد اصلی یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی تلاش خواهد کرد که پس از خروج نفت ایران از بازار با افزایش تولید نفت خود به تقاضا در بازار جهانی نفت پاسخ دهند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دقایقی پیش رسما تمدید نکردن معافیت تحریم‌های خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. امروز اعلام می‌کنم که ما دیگر هیچ گونه معافیت برای خرید نفت ایران صادر نخواهیم کرد. یعنی خرید نفت از ایران به صفر میرسد. ما با رصد و پایبندی کشورها به این تصمیم برای هر کشور و یا نهادی که از ایران نفت بخرد تحریم اعمال خواهیم کرد. بنابراین همه باید با دقت و احتیاط در مورد ادامه تعامل با ایران پیش بروند. ریسک ادامه تعامل با ایران ارزش و منافعی به همراه ندارد. همچنین وزیر خارجه آمریکا که در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد بر اهمیت حفظ ثبات در بازارهای نفتی تاکید گذاشت. می‌خواهم تأکید کنم که برای اعلام تصمیممان حد اکثر دقت و ملاحظه را مد نظر قرار دادیم تا بر ثبات بازار نفت تأثیر نگذارد. آمریکا در تماس دائم با همه شرکا و متحدین برای انتقالشان از خرید نفت ایران به آلترناتیوهای دیگر کمک کرده است. همچنین همزمان با کشورهای عمده تولید کننده نفت همکاری کرده ایم تا مطمئن شویم که بازار به اندازه کافی نفت دارد و تأثیری بر روی قیمت‌ها نخواهد گذاشت. عربستان سعودی و امارات متحده عربی به ما تضمین دادند که سعی می‌کنند مطمئن شوند به اندازه کافی نفت در بازار است. بازارهای نفتی جهان حتی پیش از اعلام تمدید نشدن معافیت تحریم‌ها علیه خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران با افزایش قیمت نفت به سطح بشکه $74 واکنش نشان داده بود که بالاترین سطح در 4 ماه اخیر است. همکارم فرهاد پولادی که کنفرانس خبری آقای پومپئو را پیگیری کرده است در این باره گزارشی دارد که به اتفاق می‌بینیم و بعد مجددا جزئیات بیشتری را درباره موضوعهای مطرح شده در کنفرانس خبری به آگاهی شما می‌رسانیم. به گزارش رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به مقامات عربستان سعودی، ریاض فقدان نفت ایران در بازار ناشی از عدم صدور موافقت خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا را جبران خواهد کرد. رویترز میگوید حتی پیش از اعلام رسمی تصمیم آمریکا، قیمت‌های نفت خام به طور متوسط 3% افزایش یافته است. دولت پرزیدنت ترامپ با خروج از برجام و اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی با هدف تغییر رفتار سیاست‌های تهران از ماه نوامبر سال گذشته تحریم‌های ثانویه در مورد خرید نفت از ایران را اجرا کرد. واشنگتن با این حال به چند کشور اجازه داد که خرید نفت از ایران را به مدت 6 ماه ادامه دهند، زیرا نمی‌خواست قیمت‌های نفت در غیاب حضور نفت ایران در بازار افزایش یابد. براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران پیشتر گفته بود که جمهوری اسلامی ایران بخش عمده از درآمدهای نفتی را صرف مخارجی می‌کند که ربطی به نیازهای مردم ایران ندارد. ایران طی سالهای متمادی سالانه حدود $700 میلیون به حزب الله لبنان و حدود $100 میلیون به حماس و جهاد اسلامی فلسطین کمک مالی کرده است. آمریکا در چارچوب فشار اقتصادی حداکثری که در تاریخ تاکنون به این اندازه علیه رژیم ایران سابقه نداشته است، درآمد نفتی آنها را هدف قرار گرفته است. مقامات ایران تصور این حجم تحریم را نداشتند و کارمان را تازه آغاز کرده ایم. دولت آمریکا مصمم است که میزان صادرات نفت ایران را به صفر برساند. در همین ارتباط همکارم فرهاد پولادی در استودیو با ماست تا درباره نکات دیگری که پس از اعلام تمدید نشدن معافیت‌های خرید نفت از جمهوری اسلامی توسط آقای پومپئو و دیگر مقامات آمریکایی مطرح شده توضیحات بیشتری ارائه کنه. فرهاد. بله افشار، توضیحات بیشتر را آقای جان بولتون مشاور امنیت کاخ سفید اعلام کرد در 3 توییت پیاپی فوراً بعد از اینکه هم بیانیه کاخ سفید منتشر شد هم صحبت‌های آقای پومپئو. گفت این در چارچوب فشار حداکثری آمریکا هستش و این اعمال فشار ادامه خواهد یافت و بعد گفتش که این چند روز بعد از قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی است. گفت این دوتا با همدیگه این پیام به مقامات جمهوری اسلامی میده که باید رفتارشون رو تغییر بدن.
چه رفتار خارجیشون رو، یعنی برهم زدن اوضاع در منطقه خاورمیانه و تهدید همسایگانشون، باید از اون دست بکشن و همچنین وضعیت مردم ایران رو از اون حالتی که بهشون آسیب رسوندن خارج کنند و به کلا این کمپین فشار حداکثری بر پایه این هستش که رژیم در جمهوری اسلامی در تهران تغییر رفتار بده که از همون خواسته های اصلی سیاست کلی پرزیدنت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران است. ممنون از توضیحات فرهاد پولادی. دولت عراق از آمریکا خواسته بود به دلیل نیاز مبرم به گاز طبیعی ایران مهلت واردات گاز از ایران را تمدید کند. اکنون عراق یکی از کشورهای وارد کننده گاز ایران است که با عدم تمدید مهلت خرید نفت و گاز توسط آمریکا در شرایط حساسی قرار گرفته. برای بررسی تأثیرات تصمیم امروز وزارت خارجه آمریکا بر عراق، علی جوانمردی از اربیل عراق همراه ماست. علی، عراق برای تامین گاز مورد نیاز خود چه خواهد کرد و پایان مهلت خریداران نفت و گاز ایران چه تأثیری بر عراق خواهد گذاشت؟ افشار، شاید عراقی ها تا به امروز منتظر بودند که وزیر خارجه آمریکا دست کم عراق رو برای یک دوره 3 ماهه دیگه هم استثناء قرار بده که بتونه از ایران گاز طبیعی خریداری بکنه. عراق خودش تولید کننده نفت از، روزانه 3.5 میلیون بشکه نفت صادر میکنه و بالا رفتن بهای نفت رو در واقع خیلی هم خوب میدونه، براش خوب در راستای منافعش هست. ولی در زمینه گازی به ایران نیاز داره. طبق گزارش وزارت تجارت عراق 3 میلیارد و 500 میلیون دلار در 3 ماه گذشته عراق از ایران گاز طبیعی وارد کرده. این گاز طبیعی عمدتاً در مرکز و جنوب عراق برای ژنراتورهای تولید برق مورد استفاده قرار میگیره و عراق پیشتر هم گفته بود اگر این نتونن جایگزینی پیدا بکنن در وقت مناسب، مرکز و جنوب عراق برق نخواهند داشت. این باعث نارضایتی گسترده در بین مردم و احتمالاً بی‌ثباتی در دولت عادل عبدالمهدی خواهد شد. به همین دلیل ماه گذشته هیئتی از عراق به امریکا رفته بود که یک بار دیگه دست کم یک دوره دیگه این مهلت رو تمدید بکنن. حالا که تمدید نشده، عراق تمام سعیش بر این هست که عربستان سعودی رو جایگزین بکنه، چون به گزارش الشرقی عراق آمریکا بود پیشنهاد داده که عراق روابطش رو با عربستان سعودی بهبود ببخشه و گاز و فرآورده‌های نفتی رو که در حال حاضر از ایران خریداری میکنه از عربستان سعودی خریداری بکنه. در همین راستا عادل عبدالمهدی هفته گذشته به ریاض رفت. میدونید که 13 قرارداد مهم و تجاری و در زمینه مخصوصا انرژی، فرآورده‌های نفتی و همچنین واردات برق هم به امضا رسانده. حالا بحث اساسی این هست که این قانونی که مسئله‌ای که امروز مایک پومپئو کمتر از 1 ساعت قبل اعلام کرد، چقدر فرصت داره عراق بتونه این جایگزینی رو انجام بده. یعنی عراق به فرصت نیاز داره تا بتونه گازی رو که برای تولید برق از ایران وارد میکنه، برق رو بتونه از عربستان سعودی وارد بکنه. انتظار میره در ساعت پیش رو نخست وزیر عراق در این مورد صحبت بکنه. ممنون علی جوانمردی با گزارش پیامدهای پایان معافیت‌های خرید نفت از ایران بر عراق.